سال 1945 این بار برلین سقوط نکرده و آدولف هیتلر به جای خودکشی توی پناهگاهش داره این پیروزی بزرگ رو جشن میگیره. اول از همه اروپا کاملا نازی میشه، از فرانسه و هلند گرفته تا لهستان و چک، حتی نروژ. دقیقاً همونطور که هیتلر توی کتابش نبرد من گفته بود که آلمان باید فضای حیاتی بیشتری برای مردمش پیدا کنه، یعنی باید سرزمین‌های اطراف رو تصرف کنه تا آلمانی‌ها توی زندگی کنن. به قول خودش اروپا باید زیر پرچم ملت برتر یعنی آلمان متحد بشه. توی این جهان آلمان چیزی شبیه ایالات متحده اروپا میشه، با سندی که با بیش از 12 میلیون کارگر اجباری که اسیر و برده شده بودن میچرخه. یه اروپای واحد با پرچم صلیب شکسته روی همه دیوارا. و حالا آمریکا چی میشد؟ هیچ وقت وارد جنگ جهانی دوم نمیشد یا بدتر از اون وارد میشد ولی شکست میخورد. اون موقع دیگه خبری از آمریکای ابرقدرت نبود. ایالات متحده تبدیل میشد به یک کشور منزوی بدون نفوذ سیاسی یا نظامی. با این اوصاف دیگه خبری از بمب اتم نبود که جنگ رو تموم کنه. در عوض نازی‌ها با خیال راحت کل اروپا رو نگه می‌داشتن و تکنولوژیشون هر روز پیشرفت می‌کرد. و اینجا بود که شاید برای اولین بار یه نازی به جای آمریکایی به ماه سفر می‌کرد. حالا بریم اونور دنیا، شرق آسیا، جایی که ژاپن هم توی این دنیای فرضی قدرتی میشد درست به اندازه آلمان، چون متحد نازی‌ها بود. واقعیت ژاپن آخر جنگ با 2 بمب اتم آمریکا تسلیم شد، اما اگه آمریکا شکست خورده بود و اون بمب‌ها هیچ وقت ساخته نمی‌شدن، ژاپن تسلیم نمی‌شد و آسیا رو تا آخر می‌گرفت. امپراتور ژاپن میتونست یه امپراتوری شرقی بسازه، از توکیو تا خاورمیانه. حتی تکنولوژی دنیا هم مسیر دیگه‌ای میرفت. به جای آیفون و گوگل، شرکت‌هایی مثل نیشیتک میتونستن دنیا رو بگیرن. و چون ژاپن اون زمان خیلی روی نظامیگری و انضباط سختگیر بود، شاید جهان تبدیل میشد به یه جای فوق‌العاده پیشرفته ولی سرد و بی احساس. حالا تصور کن نازی‌ها جنگ جهانی دوم رو بردن، اروپا افتاده دستشون و حالا چشمشون دوخته شده به آفریقا. یه قاره پر از طلا و نفت و الماس و میلیون‌ها آدمی که تو نگاه اونا فقط ابزار کار بودن، نه انسان. آفریقا دیگه اون قاره رنگارنگ و پر از موسیقی و زندگی نبود. میلیون‌ها نفر مجبور میشدن شب و روز توی معادن کار کنن، زیر آفتاب، بدون غذا، بدون حقوق، فقط برای چرخوندن ماشین جنگی آلمان. اما این فقط کار اجباری نبود. نازی‌ها با اون تفکر نژاد پرستانشون باور داشتن فقط نژاد آریایی حق زندگی داره، یعنی خیلی از قبایل و قوم‌های آفریقایی رو حتی زنده نمیذاشتن. همونطور که نازی‌ها توی اروپا میلیون‌ها یهودی رو کشتن، داخل آفریقا هم میتونستن نسل کامل مردمی رو حذف کنن، فقط چون مثل اونا نبودن. حتی طبیعت آفریقا هم قربانی میشد. نازی‌ها منابع قاره رو مثل یه معدن بی‌پایان میدیدن. درختای جنگلا رو برای چوب میبریدن، حیوانات رو شکار میکردن و زمینایی که قرنها مردم بومی روی اون کشاورزی میکردن میشد زمینای افسرای آلمانی. بعد از چند دهه شاید نصف جمعیت قاره از بین میرفت، نه فقط با جنگ و کار اجباری بلکه با گرسنگی و بیماری. یه نسل کامل حذف میشد. اگه نازی‌ها جنگ جهانی دوم رو میبردن، چیزی به اسم جهان آزاد دیگه وجود نداشت. توی امپراتوری هیتلر که خودش اسمشو گذاشته بود رایش سوم، یعنی امپراتوری سوم، آلمان کل اروپا رو زیر پرچم خودش می آورد. رایش اول همون امپراتوری روم مقدس بود، رایش دوم آلمان قرن 19 و رایش سوم یعنی آخرین و کاملترین امپراتوری از نظر هیتلر. به زبون ساده یعنی هیتلر خودش رو پادشاه نهایی تاریخ آلمان میدونست، کسی که قراره 1000 سال حکومت کنه. اگه این امپراتوری تا خاورمیانه هم کشیده بشه، نفت و طلا و موقعیت جغرافیایی منطقه باعث میشد نازی‌ها چشم از ایران بر ندارن. ایران برای اونا فقط یک کشور نبود، یه معدن سوخت بود. اما از اون طرف چون نازی‌ها اعتقاد داشتن نژاد آریایی برتره، ممکن بود با ایران رابطه خاصی بسازن. ولی واقعیت ایران احتمالاً نه آزادی کاملی داشت نه استقلال کاملی، یه جور متحد تحت فشار میشد. جهان نازی‌ها هم شاید ظاهراً پیشرفته تر به نظر می‌رسید با قطارهای سریع و هواپیماهای غول‌پیکر و حتی برنامه‌های فضایی، ولی پشت اون نظم آهنین آزادی کاملاً مرده بود.
دینا و نژادا هم تحت تاثیر این پیروزی قرار می گرفتن، یا حذف می شدن یا به گوشه های دنیا تبعید، و اینجاست که آزادی برای خیلی از انسان‌ها آرزو می شد. هیتلر و حزب نازی از همون اول معتقد بودن که هنر و موسیقی فقط باید در خدمت حکومت باشه. برای همین تو سال 1933، یعنی همون سالی که نازی‌ها رسما قدرت رو گرفتن، یه نهادی درست کردن به اسم اتحادیه رایش برای فرهنگ آلمان. این سازمان مستقیم زیر نظر وزیر تبلیغات معروف جوزف گوبلز بود، کسی که همه چی رو کنترل میکرد: فیلم، موسیقی، تئاتر، رادیو، روزنامه، نقاشی، حتی عکاسی. طبق قانون اون اتحادیه هیچ کس حق نداشت بدون مجوز نازی‌ها موسیقی بسازه، کتاب چاپ کنه یا نقاشی بکشه. هر کی خارج از اون چارچوب کار میکرد یا شغلش رو از دست میداد یا تبعید میشد یا مستقیم میرفت زندان. حالا تصور کن توی دنیایی که نازی‌ها بردن، هنر و ادبیات دیگه شکل نمیگرفت. همه تابلوهای مدرن، موسیقی جاز، رمان‌های عاشقانه و حتی نقاشی‌های رنگی ممنوع می‌شدن. دنیای خالی از هر نوع موسیقی رو می‌دیدیم که امروز کلی ازشون لذت می‌بریم. کتابا چی؟ کتابسوزی دوباره رواج پیدا می‌کرد. شاید بیش از میلیون‌ها جلد کتاب توی سراسر اروپا سوزونده می‌شد. آثار نویسنده‌ای مثل داستایوفسکی و کافکا و حتی شکسپیر هم ممنوع بودن. چرا؟ چون تفکر فردی رو ترویج می‌دادن. فیلمسازی هم فقط برای تبلیغات بود. شاید هر هفته یه فیلم جدید از پیروزی ارتش نازی‌ها پخش میشد. از نظر عددی، نازی‌ها بعد از پیروزی فرضیشون احتمالاً جمعیتی حدود 700 میلیون نفر رو تحت کنترل مستقیم خودشون داشتن، از فرانسه تا ایران. یعنی حدود 1/3 کل جمعیت جهان اون زمان زیر پرچم صلیب شکسته زندگی میکردن، و از اون جمعیت شاید میلیون‌ها نفر توی اردوگاه‌های کار اجباری یا زندان‌های نظامی بودن. کارگرایی که روزی 12 تا 14 ساعت بدون حقوق فقط برای زنده موندن کار میکردن. تو همچین جهانی زندگی شبیه یه نمایش بزرگ بود. همه لبخند میزدن، اما فقط از ترس. هر چیزی زیبا یا انسانی یا ممنوع بود یا خطرناک، و اینجاست که چی میشد اگه امروز ما واقعیت پیدا میکرد؟ خطرناکترین و ترسناکترین رویداد تاریخ میشد.